مرده شدی؟ رفتم یا نه؟ رفتیم. سخت حلقه پیل. سلام علیکم. و علیکم. چای جوشی دفعه؟ قریب. چای تیه؟ حاضر. شما هم توجیکه؟ نه چی بود؟ هیچی نه؟ اولادی ما همشون مواری زردینه نپه. خیلی چیکار کنیم؟ خدا هم خیلی خلق کردیم. اما دیگر چیزا در نظر داشتم. چرا؟ با فکرم وقتی در آسیا میگردین یگان کس نمیپرسه کجایی نه؟ خوکه در بازار هم از اوقای سفید سیاه هم. چی توجیک باشد چی دیگه خلق. وقتش در گپی پدرمون نگرفتیم نخوندیم. روسی رو هم یاد نگرفتیم. سالهای اول کم تر از آب کشیدم و یاد گرفتم. نامم اسکندره، اینا الکساندر میگن. بعضی شوخی کده مکیدونسکی میگن. انا چایتون تیار شده که مکیدونسکی. رحمت. یا چی پرسیم اپا؟ چی؟ او هم بچه سیومه که ای پایون. خیلی. از دستی راست. از کجا سوار شد؟ قریبی سهره یک سر است. تینجی بود؟ آفرین بچه ها. قطار اول می نویسم اکن. خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000. خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000. شایسته. قطار دوم شما می نویسین 5 عباره درباره تابستان. 5 عباره درباره تابستان. نویس. کسی نفهمید از شایسته پرسد. شما نویسته انگره لازم میام. با به ترتیبی نکنه. بازی خاله شمیگل تو نمیاید. پلیس تو بعدی 10 دقیقه زمان میشه بعد میروید. کنین اوزی معلم بیاد درس میپرسه شما. نوشته استیم. خاله شمیگل. و من صنف 3 عباره می نویسه صنف 4 مسئله حل میکنم. شینه بچه‌ها. شیرین نقل کن. حکایه رفیقی بد نام دارد. دو بچه با هم رفیق بودند. یکی یحیی و دیگری مجار نام داشتند. یحیی بچه فربه و مجار لاغر بودند. مجار چست و چالاک و تیزدو بود. ولی یحیی از جسته کلانش نمیتوانست که تیز حرکت کند و دائما از دوستش کفا میماند. از این رو دائما از مجار طعنه میشنید. روزی از روزها آنها برای هزونچینی به جنگل میروند. دیرکتوری مکتبتون هست؟ شیرین چی خب کردی؟ نقل کن. وقتی که خیز از سر یحیی دور می شود مجار لرزان از درخت پایان شده و از یحیی می دود. برادر برادر بخشی شکایک از زمانان کدم تونم
خطا کردم بخشش. خطا نکردی. ما همراه چند سال پیش یک جا سفر کرده بودیم. بشین. یوسف معلی؟ ما اسکندر مکه. مرا یا مانند کردم تو نه. خاطرتون نقض بوده اینه که شما را. در استرخان جدا شده بودیم یادتون است؟ بعد من رفتم مسکو شما موندین اونجا ده. یاد دارم. کجا رفتین؟ چی کار کردین؟ در مکتب. در مکتب؟ چی درس میدادین؟ درسم میدادم، درسم میگرفتم. درس زندگی. مکتب رنگی بزرگ بود است کو؟ قریب رنگی بزرگ. قریب. فقط دیوالهایش کمتر بلندتر و سیمخور پیچیدگی. تو چی خیلی؟ از بزرگ نمیبرامدیم. یک روز قطعی بچه ها خواستیم که میدان صوف رویم. پدرم رفتگی بودیم. گفتن که رفتی حتما لنین زیارت کن. بسیار خوب. تقدیر نکردیم. 2-3 مرتبه رفتیم در موزله محکم. هیچ گپ نداره، دفعه دیگر میره. پدر پرسیدن میگم که زیارت کردم. یا یک جا میدونن نی؟ مسافدم سین و سالشون به یک جا رسیدگی. تا 80. پدری من هم. مادیار میگه چی گرد؟ یحیی میگوید بیدون کی رفت. معلم شما را دیرکتر میپرسه. بازی. شین شیرین. شما نوشتن ادام تل، باز من میام. سلام معلم. دعوت کردین؟ درست شین. سلام علیک معلم. و علیک. گوش میکنم. معلم. لبای. آدابی سلام. قرض و فرضی همسایگی هست. علیک تو نگرفتون کن. تو چی قدر مغروری؟ مثل همو پدرت و اکاد یوسف. چی گناه کردی؟ من در سایه شما در کار ندارم. ای چی گپای؟ آتت در زندگیش در گورستان قاف شکندی و یعنی می گورستان هم بند و محکم کردی. به جای همون گورستان در و دیوار خانه تانه انداغه کنی نمی شود. در کدام کتاب؟ در کدام قانون این اجازت یافتین؟ به مسجد و معرکه های قشلاق نمی رفتگیتان کم نبود که با این نغمه را سر کردین. این امری دادن بود. اما مثل دادت وارینا بیلیت های کمونیستیشان پرتافتن و ریش و فش ماندن حالا ای بالای جای نماز نمیخیزن. آردین و میدلاش به خودش نصیب کنه. فهمیدی؟ اون مملکتی که شما کتگی کرده میگشتین دیگه نیست. تمام شد. خوب، اکی دولت شما. من وقت ندارم دیگه گپا گوش کنم معلم. وقت داری کو؟ روزی دراز در قبرستان بگردی. وقت داری کو؟ کودکا در افسانه بگی. ما نگفتیم که بیاین در ساختمانی مسجد خوش شوین. نگفتیم کو. این قشلاق صاحب داره. میفهمی؟ این قشلاق قایده های خودشه داره. اگه مرگ و مرده و جنازه گفتنی گپا هست. انا اوجه مسجد بکار می روه. احتیاط کن بچه نظر. با مرده آتت بی صاحب نمانه. ای گپای بهدره افسانه‌گویی خوبتره. معلم برای آدم شیدن راه نشان میتن، کار نشان میتن که رنگ اکای تو در میانی راه نمانه، آدم شوه. افسانه چیه؟ شعر چیه که او آدم نشان میته نه؟ چیه؟ جیانی مرا به راه نکنی. یک بار با یوسف دخالت کردی. همورا بدبخت کردی هم خواهرتونه. ای کسافتی شما یوسف با کار هستی. تو کسافتی را چی میدانی؟ چی کاری بد کردیم؟ پولی رخش دادیم که رسیه بروه، آدم شوه، نوچه یافته بخیره. اگر همون پدرت به عقلی نمیکرد و یک بار دیگه خواستگاری میامد همون خواهر من گرفته میدادم همون در. یا بچه بشین، یا بچه بشین. اینجا مکتب است. حال خرزار هم هستیم ها؟ چقدر؟
ابتدا دخل نداره. پگه خودش که اومد خودش میپرسی. اگر طریق آدمی به ناموس و بننگ باشی چرا خانه خواهری من در آمدی؟ ها؟ برای چی در آمدی؟ بدنام کنی یکت بس نبود که با تو سر کنی. اندیشه کنین معلم. آگاهتان کردم. برای همین دعوت کردین. چیکار کنم؟ آمد گفت که با تو گپ دارد. نمیگفتم؟ هر این نزدیکی به زن و زنی گپ زدین. خوبوش ایرایونو گپ زنین. ای کدام سر کنم؟ ای ماش؟ یا ای معلمو؟ ای معلمو. اکای محمود. آخی خیلی دیگه ممکن نیست. ای سینف یک دو میدان با سینف 3 و 4. چند بار شد که در سینف 3 و 4 فنا یک ده اثر میکنم. طلبا گرانگ کدام روز خمم دیوانه میشم. هر چه می خلای شامیگلم است. اوما معلمی فن تاریخم، زبان مادری، روسی، متماتیکا، دیگه و دیگهش اوی با ما دخالت نداره معلم. میفهم. در رایانه هم میگه بگفتم. میگه که 3-4 سال اخیر از ناحیه ما به دانشگاه آموزگاری یگان کس داخل نشده است. اگر داخل شده باشند یگان کس معلمی را به گردن نمیگیرند. با این معاشم آخری ما وعده کردند. چی؟ اونا ما را مسخره میکنن. 3 ماه شید معلم. بندن اخی مکتب شونا. میگویند که ممکن نیست. 4 سال کودکا باید در قشلاق خوانند. فهمیدی؟ اگر یوسف همساق سلامت می اومد من یک روز پوم در مکتب نمیموندم. منم پنسیونرم. رئیسی را به گردن نگرفتم. ایش کابتی با گوری سر شد. اکای محمود خطا نغز میدونن که دادن برای چی کار کرد. حتی آخری همین خانیش نه 1 هفته مونده است. تمام؟ اکی تنگی کرد همین گلستان رو قبل میگه خونه بی. این چیه؟ این عریضه من. سمندر بیاخل نکن. بیاخل نکن. سمندر زرداد خانوف آخر من حقوقی امضا کردن عریضه تو رو ندارم. شما بگو چی رو پای؟ کی رو بگردم؟ معلمه بگرد. کدوم معلمه؟ یه چند بغلی داری سمندر معلم جون معلم بیس میگم کجا میری؟ اوه ای شعمگلی مکتب. هیچ نوع مرا به خطا نگرفتی ها؟ ما شعمیگلم. شعمیگل درست؟ گوش کن. شعمیگل این درست است. یعنی بوی گل. برای من شم این خدارون سفید کجا میره؟ ما نه همین شوخی ها؟ خلای شعمیگل اگر شما رو نشنه ما چیکار میکنیم؟ زنگ مکتب شما میزنه، سینفه هم شما تازه میکنه، کاتب دیرکتور هم شما. اگر در مکتب سوید نباشه ما هیچ پروا نداره. شما باشه همتون مود روشنش میکنه. شامی مرا ما کجا میروی معلم؟ سینفای پر کاغذ پاره و پرته های شکسته در اختیار شما. ای شعمگلی مکتب. سلام. مونده نباشه. سلام.
همین ریشو قطی راست شد بگم قریب که نشناخته بودم 100 ساله شد ایلوینم لیکن اکای نظر یک گپ زنم یک گپ شنیدم بایتا قورکنی و ریشه میگوی من از جوانیم نتوانستم عادت کنم یک روزم به روی تراشده بگردم این چی میبینی در همین هفته رسید خیلی عاقبت همه ما اکا همیه لیکن نه فهمیدم که همه همی کارای کردگی ما بفایده بوده این همون دوره های پرتورگیم شهر می داشتم که گاوما تو پادرک چی را در نظر داری؟ همین سوره های نمازا در سیولی ما هم از خود کرده نتونستم خواستم پیشی یگان ملایمم شاگردیستم راست گپ شهر داشتم پس نماز خوانی را چی خیلی یاد گرفتی؟ زنک ملایمم شد ما مریدی او بلند میخوند ما تکرار بکردم دیگه علمی خیلی نماز و عبادت کمونیستی بریشی ما و تو چی کار داره؟ تا حال هم نفهمیدی که چی با او دولتی که ما ساختیم زوال یافت من فکر میکنم که شاید غضب پروردگار باشه دلت یک حجت بود تاریخ بود سختش نمیشوه میدونی زنم چی گفت؟ زردی توبه کن توبه کن که شرمنده دنیا میشوی منم گرفتم و ملت پارتیا به من سوزاندم نماز گذاری ساده ترین فرض است که هیچگاه ترکش نکردم بغیر بی علاجی و ناتوانی لیکن چیزایی که تو میگویی کمی دیگه خیلی میفهمم О, Самарадара, здравствуйте. Али, привет. Салам алейкум. Чего спасибо, нормально. Спасибо. Товар продал? Да нет, никого нету сейчас в кишлаке. Ничего. Вот. А это что? Это вот для дела. А деньги? Это не товар. Деньги не хочет, окей? Это товар. Это подарок для дядя. Это моя подарок для дяди. Вот это его, ты служу, окей? Ты все, тебе. Ли, товар не возьмешь? Сейчас никого нету в кишлаке. Никто не купит. Через 3 дня я еще раз здесь. 3 дня, окей? Ли, никто не купит. Ничего. Через 3 дня, сам телефон, это ли, окей? Давай я их загружу. Ничего, окей. Ли, подожди. 3 дня. Ли, садись его, да? Окей? Садись, друга. Окей. سلام اکای زردی و علیکم السلام خوش آمدم سلام دادا سلام این چی آوردی؟ این علی آورد لی گفت که اتا دنگی نیخوچ اتا پدر که دده آدمی خوب بوده اکای نظر راست شب بگم پیشت برای یک گپ اومدم میدونی محمود چی میگه؟ میگه سمندر معلمی را بس کردن خیلی من میفهمم 3 ماشید ماهانه نگرفته شرایط وضبی نه لیکن بچه ها را پرتافتن نمیشه وکو همین یه هفته دیگه طاقت کردن در کار ما میدونی بچه ها قطعی مسئولیت کردیم همین یک 2 سمک جمع کردگیم این پلو را بگیریم تون دستی همو دا بده مایلش التماس سالهای در روز نان و نمکی این خانواده شما را خورده بودم پیشی پاس صدقه میشم مرا میبخشی 100 بار توبه کردم نان و نمک تپیلم کن اکای نظر شما چی ها میگی؟ هایی مرا شرمنده میکنی؟ من لایق بخشش شما نیستم شما مرا ببخشید نه ترس زردی جان
ما که فرشته نیستم حس میکنم که وقت توبه رسیده است. ایره بر من با سمندر خودم گپ بزنم. خیر ما رفتم. بچم او سمندر بابای دادا اکای زردی کجا شد؟ اینقدر ای مکتب بر وقت آمدی امروز؟ من آمده علاکه خبر آوردم. دادا نمیخوام دیگه معلمی کنم. یوسف که کسب معلمی را خار کرد خار شد. تو که معلمی خوبی. من معلمم دادا نه کودک بوم. میترسم که به نزدیکی در قشلاق معلم به کسی در کار نمیشه. بچم انسان بی معلم قوم بی معلم دهه‌ای بی معلم مثل مرده است. ودود امروز آمده بود. با ودود و هفت پشتی او چی کار داری؟ تیز روی نکرده باشی با؟ نه دادا افسانه و شیرخوانی درسای ما را احمقی حساب میکنه. دوری ما عجب تیز گذشت. ساده بودیم باور میکردیم که با زودی همه را برابر سوادناک و خوشبخت بکنیم. فکری خوب داشتیم لیکن به زمینه. دادا یه سوال دارم. چی با سبب قرضتون به ودود نمیگین؟ چی با برای یوسف دویم باره به خواستگاری هدیه نرفتین؟ همین قبرمو برای چی کندین؟ خب تو میتونستی با آدمی خیش و تباری کنی که با تو و کسب تو نفرت داره. چی گفت؟ وقتی برای یوسف خواستگاری رفتم گفت که مگر معلمی هم کسب است؟ آیا نان معلم حلال است؟ من هم دیگر گپی نیافتم. فکر کردم که دنیا به آخر رسید. برای قبر باشه نترس. خریب آمد بعد میفهمی. Уважаемые пассажиры, просыпаемся. Проверка документов. Мы подъехали границу Казахстан. Бедор мешавем. Ама, схо бедор мешавем. Тафтиши худжату. Бедор шудем, Акаджон. Просыпаемся. Акаджон, бедор шудем. Тафтиши худжату. Просыпаемся. Просыпаемся. Проверка документов. Просыпаемся. Проверка документов. Худжату отдаем. Уважаемые пассажиры, просыпаемся. Проверка документов. Мы подъехали границу Казахстан. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Құжат тексереміз. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Құжат тексереміз. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Свое царство, государство, пир собрали, в трубу затрубили, в пушку запалили, и был пир такой. آفرین. بیا من خونتون برام تکیدش. رحمت معلم.
واششته Yok, çok tam xavotirش دکیست. خیلی شیرین. خیلی معلم. بیا این داره. این خانه ای به صاحب ده چخل بودرم. این قاطی شالده گودکه کجا آمد؟ دیگه درسم نروه. درس خانی هم همینمانی پیش دخترم. گوش کن دختر. من یک بار گوش کردم. من ترا آگاه کردم که دیگه یگان خیل درسی ایلاوگی پیلاوگی نمی روه. اگر شد که آمد بعد معلوم میشه که می روه یا نه. دختر فهمیدی یا نه؟ Купите рыбу. Ой, женщина, купите рыбу. Смотрите, какая рыба хорошая. Здесь. Быстро проходим. Сюда. Давайте быстро, быстро. Вставайте. Сочи, что нам? Вы опять здесь, а? У них очень вкусная дыня. А сейчас мы должны сами продавать. Транспорта нет, таможня, граница. Что делать? Единственное, что осталось, таджикский поезд. Скоро граница. Мы сойдем. Это не мы. Это другие люди делают. Кетамиz. Kaluç. Ketamiz. Yürüyle kettik. Kodan vagonlarga borib sotup gelelim. Yürüyle ketamiz. Не испугалась?
سب. ای رحمت چی نام داری؟ شیرین. شیرین؟ چه نام خوش رو؟ اکا بیاین با ما چای خوریم. رحمت من نوشیدم. رحمت خسته یوسف امشب نیامد. لبای دادا چیزه گفته؟ بابا بردی؟ دادا صندوقی مرک شو. برای چی؟ درونش یک تغییرک هست. یک قوطی لیزوایی نو هم دارد. صابونم هست. همه ها را بگیر. صابون تو نبردون دادا. ریشگیرک تون در اونجا. ناوشه چیکار میکنی؟ اونا برای سر و رویم. اونا را میخوام برای تنم بگیری. شب خیلی خواستم تنم تازه کنم. دستام دیگه قوت نکرده. میبخشه بچه. دادا چی بختون عذاب میتی؟ میگفته من خدمی کارا نکردم. به پای آدم کودکواری میکرده است. من هستم کو. شرم کردم. شدین دادا؟ شدو
انا دادا جان امشب مادرت در خوام آمد وقتش خوش بود گفت رفتیم از جا خیستم که یکی یوسف پیدا شد هوشم به یوسف چخیر رفتن نفهمیدم اگر یوسف می آمد از این امانت خلاص می شدم شیرچای خنک میشه هم برای ما فرقی نداره که خنک باشه یا گرم گرمی تو رو می باید تابستان های گرمی چی در کو؟ نمیگذاری که ما تا با آخر فکر رو بگم دایم شوخی میکنی مرا چند شبه که در خیالم گذشته ها میگوید مرا مرده باری خوب میبره سمندر به نشانی های یوسف تن میتون اگر زن بگیری دیگر فکری او را نکن چند سال گذشت نصیب ما همی بود است دختری محمود صنف 10 تمام کرد در این قشلاق به غیر تو جوان دیگر زنگیری نیست منم محمود گفتم او گفت زنم میدونه دادا بچه های قشلاق همش مده مثل دودار و خواهرن خوبش به شهر روان خانن سوی دگم کس شون همی محتوبی را میبینم خیال میکنم که خواهرم باشه تو کی کلان میشوی برای معشده هیچ کجا نرفتی سمندر سمندر اکای محمود اومدن بگوش بیای سمندر سمندر ساگردورا نه بی همه بروشون نمیدونم بگم رئیس بخوی خوش نباشید نه سلام رئیس سلام بیای سلام رفیق وایسوف ایران آمده مرحمت خونه گذاریم وقت نداریم ما برای سنجش آمدگی بعضی شکایت ها رسیدگی چیکار شکایت سوداگری هم میکنی ها؟ نه اکا وقت ندارم نبوشم یا اکی هم؟ ماشینی اخی توی دمی قشلاق ویران شده بود 3 شب در خونه مون با باروش همینجا ما گفت یک اون کس میخره ولی پاتنت هم ندارم بگو چی خیلی پاتنت؟ پاتنت سودا اکا ما سوداگر نیستم نبوشم یا را چی خیلی میفروشی؟ با کسی در کار باشه آمده اینجا میگیرم بعد پولشم یا را کدام میتن؟ خب با ما او خیتویی آمد و خیتویی با میگه من سوداگر نیستم گفت دیگه مسئله خب سمندری؟ ما حضرت نظر نم داره بله اکاتون یوسف در رسیه محکمه است میخیل یوسف چیزشی؟ اما تینجیه گوش کن من برای دیگه کار اومدم گوش نکن از بالای خودت و پدرت شکایت اومده ما چیکار کردیم که شکایت چی؟ شما برای پدرتون در زندگیش قبول کردی نه؟ دادم خواستم برای آدمی زنده ها؟ قبول کردی از کی اجازت گرفتی؟ هیچ خیلی اجازت در این قشلاق برای قبول کنی هیچ کی اجازت نمیگیره؟ معلش برای آدمی مرده اجازت نگیری نه مردی برای قبول بکن لیکن این زمین هم ماشین مال دولت های برای استفاده بردن همین باید اول اجازت بگیری لیکن در کیو در کجا شما دیدین کی برای آدم زنده قبول بکنن و پدر شما اولیو نیستی کو که ما خونه نساختیم کو جای یک قبر نگاه داشتیم گامی رئیس گوش کن من اینجا وقت ندارم 3 روز مهلت قبر میگیرین بالاشون میپشونین محکم میکنین خودت کنترل میکنم باشه مادام میرسونیم فهمیدی من میتونستم از پروتکل کنم دیلا و دفتر کنم گپ جنجال کنم لیکن رئیس میگه پدرتون بسیار آدمی با اوروه بله برای همون فهمیدی انا میخواد کنین من لشون نکیم دادم یا چی میفهمیده باشه
مشکل خود میدونی همین رئیس و کلانه قشاقتم مایلش بینه نه رفتیم اکی محمود کاری شده بیشی خط سراسی بایم این روز شنبه اکو درس نداره ها بوتا تا ماشین خریده کو این رختایی ها تو بچه دلیایی سمندر این خطای قطعی هیچ گپ نمیزنه یکی تو دین سیافتی ما به نظر خدا نیستیم اکا عجیب دادی اسمك خای آنی ترمزوش بالا میکنیم بالا میکنیم؟ اوه هر دوشا سمندر چیکارش کردی؟ خیزر اکی محمود رسیده اگه خبرش بگی با تر نکده باشه اگه به هر حال رئیس های جوانه من اکی محمود شیرچای نمیخری؟ شیرچای تایی سرت بالا سمندر خدا داد دیگه آتش پشت نمیکنه که تماشا بره همون سمندر زنی جنگی هم کم کم سور کخی تا اومدن شور زیق نشوه چی گفتی؟ بس کن سمندر بس کن سمندر بس کن من بری زنک تا بگیری تو میزنم میکشد پای رنگی یا دیوای خودو اون نیتره زورون گفته دیگه هر یک بیچاره را میزنی خدا تره بجویم او تای شلط بگوروش مانه خبره بریم پس کردم کار ندارم تیچه بریم میبخشین دادا دیر شد شیرچای هم خنک شده نمیخوام کجا بودی؟ گرمش کنم محمرات نیامد محمرات آمده بود نه که ندور اومد چی با؟ قطعی هم میلیسه بود از خفای ما شکایت کردیم کی؟ برای چی؟ برای منزل شما منزل ما کی را تنگی کرده است؟ چی به اونا رو پیش من نآوردی؟ دادا ما این منزل برای چی کنده؟ بعد میفهمی مرا پیش محمورات بر آخی نه اختان گفته که سرمت رو شو؟ سری من نمیگریزه حاضر بر جمونه انا دادا جان ایناش ترمز رفتیم بچم وایستا وایستا وایستا
چیکار میکنی بچه؟ سلام سلام علیکم سلام بابای نظر سلام خوشی نو مبارک سلام سلام السلام علیکم بیاین دراین دیدین دادا ما هیچ وقت فکر نمیکردم که محتابی که خون میشود آیا دختر تو مهمون همه که پیشواز میگیرن بیاین همین جان چی کارش کردی؟ عرفاما بگو برایت گپ دارم اکای نظر بیاین درون جام راحت است ما همینجا میستیم سلام اکی محمود وارک چی به نظر آمده؟ کار داشتم ما میدونیم که خیلی کار چی به خانه ما میلیسا آوردی؟ من نیاوردم خودش آمد میلیسای رایان کاری قشلاق ما را به رئیس از کجا میدانه؟ اکه نظر من این وظیفه را نخریدم نه میراث گرفتم این خبرکش هم نیستم اکای محمود برای کاری سحری بخشش میپرسم یکیشید خودم نفهمیدم از کودکی رنجید است اوی یگان چی دارن؟ شیرچای بیار ما خورده اومده شما دا بیارن شد ما طاقت چای نمیخورم محمود گپ دور نبر نباشد خبری منزل مرا کی برده است؟ که نظر من کجا میدانم که نظر بیا محکمش کنیم وقتا کاری نقد بشود اول درونش مرا میمانیم بعد این وظیفه برای من هیچی نیست لیکن سمندر را در بلا نمانیم سمندر بابای مرمان گپی خود بانا بزنیم معلش پیش محتابی میرم محتابی در خونه نیست و شما یک در دارین ای تریزا برو مادرم چی با ای تریزا؟ ما آدم خیر نباشه جوان مرد دختر نمیشرماند ما او را که ای کودکیش میشناسم رنگی خواهر مای اکه نظر گفتم که رنگی کودک کودک هر روز خانه زنی شوهردار میرود یک مردک که ای خودش دو برابر کلونه لطکوب میکنه این گپا راستم نصرت برای تهمتش یاد شپاتی زدم ای بچه دلی مکده ای آدمی بدهند گفتن در کار شوش در خانه نباشه چی نمیدروی خاله و شما میدونه که من و هدیه همسینفیم برای دختر شیرین درس ایلاوگی میدادم همین
گپای دروغ از کجا میاری؟ دروغ؟ ما دروغ میگم. ما دروغ میگم. دیگرها چی؟ کاری اکات یوسف بس نبود که با تو سر کردی. اگر این فرشته هم باشه دختر ما با اون نمیتون. اما خواستگاری نامده. من وعده داده بودم که دخترتونه به شهر خواندنی میبرم. گوش کن. کاری تو با دختر من چیه؟ دختر من در کوچه نمونده که هر کس او را به شهر بره. معلم باشی معلمی تا کردن گیر. خلا مونشا روا بخش بیاوا. سمندر تو به فرزندی کس چی کار داری؟ چی به ما این گپا را نمیشنوم؟ اکای نظر شما شب و روز در کار بودید. ندیدین که دو بچه‌تون به زنگیری را رسیدن. اول نامی هدیه رو با یوسفتون بدنام کردن. اکنون نوبت اینش رسیده. مرحبا. ایستا بای طرف های کن. چی را داده؟ گفتم بای طرف. دادا جون چیکار میکنه؟ دادا چیکار میکنه دادا؟ دادا التماس برو دادا جون. نه مرا محکم کن. خوک گردان. بیاین برو التماس دادا جون بیاین. تو از بی‌پویی و بی‌حالی من استفاده بردی. به خدا قسم من به زن جنگی خیانت نکردم دادا جون. بلعوری خدا بخبر. به خانه زنی شودار حق نداشتی درایی. من فقط کاری کردم که دخترش درس ایلوگی دادم دادا جون. تمام. بیاین بروی. آبرو ریختی. تو آبری کسب من را ریختی. آبروی معلمی را ریختی. به خدا قسم دادا جون من تو دستی باید نخبیدم. بیاین نویم دادا جون. خاکی بودم نشم. من بغیر شما کسی ندارم دادا جون. التماس برار
خانه خوب گفتی لیکن اگر در بالاش یک درخچه میسازید بسیار عجیب میشه. میکنم همشو میکنم دادا جون. باور میکنم. Böyle بیار سمندر جان. همین درخشه را میبری قبرستان همجا وجدانی فهمیدی؟ همین روز میبری چرا منم رنگ میکنم بچه معلمم اومد. السلام علیکم. سلام شیرین. کجا میروی؟ درخشنامی. بچه کدی معلمی روم؟ برا آب بیار. سلام هدیه. چیکار میکنی؟ پیش عمکی نظر میرم. میگم که این همه تهمتن. اگر خواهی زن اکی محموراد یا اپی شمعی گول بگن. نه در کار نیست. من خدمتتونم دهان خیفلوسا رنگی مصرات محکم کنم. دهانی بعضی ها را میبندی. آوازه ها را چه میکنی؟ چی به پدرت برای یوسف خواستگاریم نکرد؟ چی به خانواده ما قهر کرد؟ دنیا به اوضاع نمیشه و هدیه. من باید روم. کجا میره؟ سر قبری دادم. درخت میشنم. چند سال اگه پدرت پشت میکنی؟ باندگی عمرت آب کشانی میشه با؟ اگر درخت سبز مونه تیارم که یک حیات آب کشم. درختم مثل زنای. نگاه بین که داشته باشه سرسبز میمانه. نموری هدیه. هیچ از شوخی بچگیت نموندی. هدیه یوسف میخواست که با روزگی خانواده‌تون توی بابرو کنه. ها گفت. چی در کار بود همو آبرو؟ ما چی گناه داشتیم؟ چی به ما را جدا کردن؟ دیگه طاقت تنهایی و گه و کلوچه تاخ شید. خیر نگو هدیه. جنگی میآید. شیرین هم داداش هم میبینه. تو زندگی مرا ای کجا بدانی؟ همه این سالها فقط در حسرت دیدار یوسف بودم. مغرور بود. طاقت کن گفت و رفت. من سادی هم راضی شدم که از اودی میآید. هدیه شو داری فرزند داری همش نصیب بود است. شو میگویی؟ کدام شو؟ تاوی ظلم و طعنه یکمان نکردم و راضی شدم که شم شوه. شوی که شب اول خانه‌داریش با ظلم و شدم و خاری و زاری زندگیش سر شد. از رشک و نفرت به یوسف او هم رفت بعد یک ماهی تو ایمان برسیه. گم و گمنام شد. رنگ یوسف نصیبه بگویی؟ فرزند بگویی؟ ها نصیبی هم از یک ماهی زن و شوی همین فرزند شد. فرزندی که یک بار نوازش پدر را ندید به جز تعنیه تقا و انگشتی همسایه ها.
جنگی که آمد بارو دم و جمع کنم راهم با او، بازم دوباره غلامش شدم. بیزار شدم دیگر نمیتونم جور جفای نامردا رو بکشم. هدیه به عقلی نکن. شیرین چی میشود؟ خانوادات را فکر کن. همسایه چی میگن؟ قشلاق چی میگه؟ نمیگن که ابی یوسف بوده. ها گناهکارم. جوری گناه ها من به لطفی اکی تو میکشم. کجا شید مهربونی ها و وعده هایش که مرا دوست میدارد که به من نمیتواند زندگی کنم؟ باوروش کردم. آخه جار کردن به یک زنی مشتی پر گناه نیست؟ کی جواب این گناه ها را میگه؟ تو؟ یوسف؟ پدرود؟ یا عرفه و محموراد؟ همسایه ها؟ ما همه همسایه ایم سمندر. برو سری قوره پدرت. بس. سلام علیم. شیرین برو خونه اوتت آمد. اما توبی چی گفت؟ اینجا؟ جنگی اومد. شوی هدیه رو زد. موکشه کرد. اوتم گفت که با قشلاق حالی نیاین. هدیه چی گناه داره؟ نمیدونم. گویا که گفته باشه با یوسف که ندادمش با خونه جنگی نمیروه. بعدو چی میگه؟ بعدو فقط نمی شما را میگیره، نمی بابای نظر رو یوسف حقارت میکنه. جنگی میگه میکشمشه. تو نکشمشه هیچ جا نمیره. میگه خونه شما رفت، شما را گفت. ما گفتیم شما در قشلاق نیسته، نروی قشلاق. اوتان گفت والله میخه گفت ها کو رفتیم کنی بینیم کشتنش چه میشه. معلم بسته ولی اوتان گفت نروی بسته. دختر دیوانگی نکن گفتستیم با خوبی میگم برو آخه همش خوب بشه. برو هدیه. سلام جنگی. تو کجا آمدی؟ این دایو سکی رفت دادی خانه ده. تاوره مرا اکای محمورات یه پس که دینه همه تان رو بینه اینجا چی گفت بازی؟ تبره چون میکنی؟ مهد شلگی جنگی تو نکیم خطا میکنی. خانه بره پدرت این زود تست رفت. همه تمتان رو بین همه تان رو بین اینجا تماشا بین چی نگشت دیده؟ ها؟ چی تماشا بکنه؟ انا همین است جهل انسانی. ای مردم هیچ کس هیچ جا نمیروه. هیچ کس هیچ جا نمیروه. کنسرت من سرشی. جنگی جواب مراته. جواب مراته. اگه مردی جواب مراته. دلو گرده داری جواب مراته. تو دل گرده نداری اما من دارم. من میگم شاهدی مردم جواب دادم. شنیدین؟ جوابش دادم. جوابش رو دادم.
من جوابشو دادم. من جوابشو دادم. مردم این کار نادرست است. این کار نادرست است. مردم زن حقوقی جواب دادن مرد را ندارد. مردم این کار نادرست است. از روی شریعت نیست. اکی محمورات گپ زنین آخی. اکی محمورات شما گپ زنین. من این نازکی ها را نمیدانم. زکس میداند. داد از دستت اولاد زرداد خان. آیل ما کثیف کردین. اکی محمورات چی؟ نمیدانم. خوبش خانه روین. چی خیلی خانه ما کایها سوخت. ما دستانه این مردک سوختم. جنگی تو خیش تباری همین خیلی. من خیش تبار گفته یک بار خواهرت گرفتم. جنگی اول فکر کن با گپ زن. تو گودک داری، دخترچه داری، تو درباره این فکر کن. اگر زن و بچه تا نبری دیگر روشان نشان نمیتونم. بچه هم ریخ چمی و بابا زنم شیرین بگی هدیه تو حقی 100 بار حقی ما در پیش همین مردم طلاق دادم مرا ببخش محمراد تو نماز جنازه رو خوانده بتونی؟ که نظر چی بود؟ جنازه مرا خودت بخونی 100 سال شویه که نظر ما معلمم نملا چی فرق داره؟ حساب کن که این وصیت من ما صف کشیده جنازه خوندم لیکن پیشترا نبودم در جنازه من تجربه میکنی نمیدونم چی بگم سمندر مرا خودت میشویی و کفن میکنی خیلی نگین دادا در این خیلی سال تو برای من هم فرزند بودی هم پدر و هم مادر غریب پای هیچ خاری را ندیدم من پیش خداوند غیر شکر و دعا در حق تو دعای نخوندم من دیگر ای یوسف امیدم میکنم ایراته محمراد تو که رئیس قشلاقی و حکومتم تویی من اینا را به اختیاری تو میگذارم خواهی در مکتب من خواهی حکومت ریان بر حجتاشون هم هستن این زر و زیوری مادرت که هیچ وقت نداشت رایش کنه شاید قیمت باشند اینا را میتونی بفروشی یا تحفه کنی به عروست و زندگیت پیش بری دیگرش همه کاغذ
1,000,000 روبل زایامی هایی که از وقت جنگ بزرگ وطنی و بعد آن از حکومت سویتی پدرم و ما خریده بودیم دیگر اینا خوربه ندارن میتونی بسوزیشان از من همین قدر میراث ماندگی در پیش شما گذاشتمشان Граница Узбекистана, просыпаемся. Проверка документов. Я гонга идет, а ты гап на мезане. Акадион, кани хесем асхоп. Хесем, таптиши уджато. Хесем. Хушкалипсис. Бека келем. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Переготовьте документы. Долго вы в Москве? Около 7 лет. Что сделали? Работал. Вещи есть тебе? Давай сюда. Что это? Талисман. Ну-ка, покажи. Кто послал? Улугбек? Нет. Это кто тебе? Улугбек, это кто тебе? Тоза был? Вагоны больше нет. Зачем взяли? Это горсть земли, когда уезжаем далеко из дома, с собой берем. Ваши документы. Это ваш ребенок? Да, это моя дочка. Свидетельство есть? Есть, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Тебе есть паспорт? Да, пожалуйста. Откуда едем? Из Москвы. Куда мы едем? В Таджикистан на свадьбу к родственникам. Пожалуйста. Благодарю вас. رحیم فقط ساعتی دار جنازه معلوم نظر گذاشت شهرت شهرت فقط ساعتی دار جنازه معلوم نظر گذاشت
صلاة جنازه مومن دریاب صلاة جنازه مومن دریاب صلاة جنازه مومن دریاب صلاة جنازه مومن دریاب اوی مردم همتان به جنازه معلم نظر جمع شوید ای مردم همدیارای عزیز خیش و تبارا همسایه ها همتان معلم نظر زردادخانوف معلم خدمت نشان داده SSSR یک مرد به آزار خدا را میشناخته او برای مردم خود برای دیار خود خدمت های با سزا کرد انا در بری من جگربندی او سمندر ایستاده است اگر یکون کس دعوا داشته باشد ارزان برین کوه برین اگر قرض داده باشد هم بشرا سمندر جبران میکند منت نکنه یکون کس هست؟ اگر نباشد صف کشیم بندیت باشید الله اکبر شیرین جان تراوکی دوری بعد اومدی التماس یکی فراموش نکن که درخت آبتی خب خب معلم یکی مدد یکی تستر برمیگردی همین که یوسفا یافتیم تیز برمیگردم بایلش خیلی شیرین جان قبور آسوده بی خوابه قیامت نزدیک است این قبر پدر معلم ما است. یک هفته پیش پدر معلم وفات کرد و بعد دفن پدر او به جستجوی برادرش برای یوسف رفت.
ولی از معلم هنوز درکی نیست. ولی مادرم میگوید که او هم حتما برمیگردد. من به معلم قول دادم که هر روز تمام تابستان این درخت را آب میدهم. مادرم هر روز خونه آنها را روبچین میکند و چراغشان را فروزان میدارد. ولی ما چیزی را گم کرده ایم. اما یکان خصلت کار و گفتار معلم را به یاد نیاورد. ولی زیباترین چیزی که ما گم کردیم خنده های معلم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نام تو چی؟ شیرین. نام شما چی؟ من یوسف.